أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وسل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که ما رو همراهی می‌فرمایید از اولین قسمت برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. عزیزان و سروران، نمیدونم چقدر با من در این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم موافقت. جامعه امروز ما مشکلات زیادی رو داره سپری میکنه و داره باش دست و پنجه نرم میکنه. جامعه بشری به طور عموم و جوامع ما حداقل فارس زبان ها به طور خصوص مشکلاتی از قبیل مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی و در تمامی ابعاد مختلف زندگی فردی اجتماعی دچار مشکلات گوناگونی هستیم. اما یک مشکلی که بیش از همه خودش رو داره نشون میده و چه بسا که بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی و هم مرتبط به این مشکل و زایده این مشکل و نبودن این اصل، نبودن این صفت، جای خالی این باعث شده که این بحران ها به وجود بیاد. اون موضوع مهمی به اسم اخلاق. بله، اخلاق به معنای عامش. اخلاق نه به معنای خاصی که معنای ساده‌ای که ما تو ذهن ما هست، معنای خوش برخورد بودن، خوشخلق بودن و به هر حال برخوردار بودن از بعضی از صفات محسنه. بحران اخلاقی جامعه ما بحرانیه که با حلش ما میتونیم بسیاری از مشکلات خودمون رو حل بکنیم. بیشتر از هر چیز دیگه جامعه ما رو داره تهدید میکنه. دنیا و آخرت ما رو داره تهدید میکنه. شاید مشکلات اقتصادی اونقدر آخرت ما رو تهدید نکنه، مشکلات سیاسی اونقدر تأثیری در آخرت ما نداشته باشه، اما مشکلات اخلاقی به معنای عامش، به معنای کاملش که انشاءالله در آخر این قسمت به این موضوع خواهیم پرداخت،
جامعه ما رو تحت شعاع قرار داده به صورت گسترده. قصد داریم در این برنامه به قدر توان آب دریا اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. گرچه نمیشه آب دریا در کوزه ایجاد داد، اما به اندازه به هر حال دفع تشنگی خودمون سعی میکنیم گامی برداشته باشیم به همراهی شما عزیزان و همکاری شما و همدلی شما و دعای خیر شما. قصد داریم با هم یک مسیری رو طی بکنیم. یک سری برنامه‌هایی رو پشت سر هم سلسله وار در باب اصلاح اخلاق خودمون، در باب بهتر شدن، در باب برداشتن گامی برای حل بعضی از مشکلات جامعه خودمون، اول از خودمون شروع بکنیم و اگر خدا توفیق داد دوربری های خودمون. من خودم به شخصه از خودم شروع بکنم و شما عزیزان از خودتون و ما با هم از خودمون و این مسیر رو انشاءالله با هم طی بکنیم. هرگز اجرای این برنامه به این معنا نیست که بنده و دوستان بنده خودمون رو از اون چیزی که در این برنامه ها مطرح خواهد شد در ضوء آیات قرآن مجید و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مبرا می‌دونیم کلا و حاشا، و این که خودمون رو دست یافته به اونها می‌دونیم، به اون فضایل و صفات، هرگز. بلکه تلاشی داریم در حد بضاعت موضوعات خودمون در این عرصه که دیدیم فضا واقعا خالیه. تلاش هایی میشه دوستان رو خداوند خیر بده و پاداشش محفوظه. ما هم در حد وسع و توان خودمون سعی داریم که قدمی برداشته باشیم برای اصلاح خودمون و جامعه خودمون. از این رو سعی کردیم که دستاویزی پیدا بکنیم. و چه دستاویزی بهتر از قرآن کریم؟ به کتاب الله چنگ بزنیم، متوسل بشیم به قرآن کریم که سر تا پاش اخلاق، تمامش از ابتدا تا انتها تعلیم اخلاقه و تعلیم دینه. و در این راستا از معلم بزرگ قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین معلم اخلاق جامعه بشری، کمک خواهیم گرفت. از فرمایشاتش، از تعالیمش، از صفاتش، از سیرتش، برای فهم آیات قرآنی. قرآن به خاطر اینکه الله تعالی خودش در قرآنش فرموده و حقیقت هم این رو ثابت کرده و هیچ منکری منصفی وجود نداره، در سوره مبارکه یونس آیه 58 می‌فرماد: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. پندی اومده برای شما، نصیحتی اومده از جانب پروردگار شما و شفای مریضی های قلب های شماست. قلب اصلاح بشه تمام چیز اصلاح شد و باطن ما درست بشه ظاهر ما خود به خود درست بشه. و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمت للمؤمنین. هدایتی است، رحمتی است برای مؤمنین، برای کسانی که ایمان دارن به این حقیقت، ایمان دارن به این کتاب و به تعالیمش و به دستوراتش. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک میگیریم، چون فهم قرآن بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم محال. و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قرآن برای ما معرفی میفرماید به عنوان یک الگوی کامل اخلاقی، به عنوان یک نمونه کامل اخلاقی. و به تعبیر بهتر، اخلاق یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بلکه اخلاق شرمنده است در مقابله با رسول الله صلی الله علیه و سلم. فراتر از اخلاق حتی تعابیر در موندن، محتحیرن برای توصیفش. و شاید زیباترین توصیفی که بشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخلاقش پیدا کرد، توصیفی است که ام المؤمنین مادرمان عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. وقتی از مادر پرسیده شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما توصیف بفرمایید، حضرت صلی الله علیه و سلم بنا به روایت امام مسلم فرمود: کان خلقه القرآن.
رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش قرآن بود، به این معنا که یک نمونه عملی بود برای قرآن علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل به قرآن بود. الله تعالی در سوره مبارکه قلم وقتی راجع به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می‌فرماید، ایشون رو وقتی معرفی میکنه به ما می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر ما شما بر درجه های بسیار متعالی از اخلاق قرار دارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در درجه های بسیار عالی از اخلاق قرار داشت و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. و در روایت دیگری که امام احمد روایت میکنه، روایت قبل رو امام بخاری در ادب المفرد ذکر کرده بود، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. من مبعوث شدم، هدف رسالت من اینه که من پایه های اخلاقی جامعه رو به تکامل برسونم. من اومدم تا اون معیارهای متعالی اخلاقی جامعه رو به اوج برسونم. این فرموده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک سوالی پیش میاد، آیا هدف از رسالت فقط تکامل اخلاق بوده؟ بله، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. پس توحید، پس عبادات، اینها کجا میرن؟ اینها خودشون همه اخلاقن. علاوه بر این که در تک تک این عبادت ها اخلاق نهفته است. ما عنوان مثال نماز رو رعایت اگر مد نظر قرار بدیم، رکوع برای از بین بردن غرور، سجده برای شکستن در هم کوبیدن تکبر، یا شرکت در نماز جماعت، همراهی با دیگران، در یک صف واحد ایستادن، محبت با اونهاست. یا طور کامل نماز، الله تعالی فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان از فحشا و منکر باز می‌داره. فحشا و منکر مشکلات اخلاقی جامعه است. نماز خودش راه حله برای اخلاق. یکی از راه حل‌های اخلاق جامعه است که مشکل ما را حل می‌کنه. روزه برای همدردی با هم نوعان، برای خبر شدن از حال مسکینان مستمندان، برای خبر گرفتن از اونها، مطلع شدن از حال اونها. زکات کلش اخلاقه. سهمی از مال خودمون رو همیشه عادت بدیم خودمون رو به بقیه بدیم، فداکاری بکنیم، خودمون رو تابع مال نکنیم، بنده مال نکنیم، دل بکنیم از مال در بعضی جاها. حج دانشگاهی از اخلاقه. حج اون کفن پوشیدنش در کندن از دنیاست، از تعلقات دنیا که باعث زنگ زدن دلها میشه و باعث بسیاری از فتنه و مشکلات میشه. حب مال باعث ظلم میشه، باعث تجاوز میشه، باعث شکنجه میشه، باعث دزدی میشه، باعث بی‌حرمتی میشه، باعث توهین میشه، باعث آزار میشه، باعث غیبت میشه، باعث سخنچینی میشه. بسیار از این فتنه ها. شرکت در مراسم حج یک دست شدن، یک ندا شدن، یک جا رفتن، یک عمل رو انجام دادن، سرخ و سفید و سیاه و عرب و عجم، پادشاه و وزیر و سفیر و کبیر و صغیر و مرد و زن از هر سن و صنف و جنس با هم کنار هم راه رفتن، همش درسای اخلاقی. اما مهمتر از همه اینها اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که البر و حسن الخلق. روایتی که امام مسلم از نواس بن سمعان رضی الله عنه نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود البر و حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس. بر نیکی حسن خلق است و گناه آن چیزی است که در قلب شما وارد میشه، آن چیزی که شما در تنهایی انجام میدید و میترسید از این که مردم بر اون اطلاع پیدا بکنن. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه مبحث.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من مبعوث شدم تا پایه‌های اخلاقی جامعه را به تکامل برسونم و این محتوا رو آیه 164 سوره مبارکه آل عمران هم تایید می‌فرماید. اونجایی که الله فرمودند، الله تعالی می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خداوند منت گذاشت، الله تعالی منت گذاشت بر بندگانش هنگامی که بنده‌ای از خود اونها رو، شخصی از جنس اونها رو، انسانی مثل خودشون رو در خلقت، وگرنه در صفات کمالی که خیلی بالاتر از تمام بشریت هستند، رسول الله صلی الله علیه و شخصی رو از جنس انسانها برایشون فرستاد تا آیات قرآن رو برای اونها بخواند و با خواندن آیات قرآن یزکیهم، اونها رو تزکیه بکنند. تزکیه، پاک کردن جسم، قلب از تمام رذایل و ناپسندی های اخلاقی است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کتاب یاد بده به اونها، حکمت یاد بده به اونها، سنت خود را، و هرچند که اونها قبلا در گمراهی و ضلالت بودند. و اشاره کردیم به حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز بکنیم راجع به معنای اخلاق در لغت صحبت بکنیم. به چه معناست اصلا کلمه اخلاق؟ اخلاق از خلق گرفته میشه. کلمه خلق و خلق ساختارشون یک چیزه، معناشون هم نزدیک به همه. خلق کردن، خلق در کل شکل ظاهری انسان ها رو میگن. خلقت، خلق شکل ظاهری انسان ها رو میگن، ویژگی های ظاهری انسان، چشمش، گوشش، شکلش، شکل صورتش، اندامش. خلق به ویژگی های ذاتی انسان اطلاق میشه. اون چیزی رو که با چشم میشه دید خلقه، و اون چیزی رو که با چشم دل میشه دید اون خلق. ظاهر با بصر دیده میشه و باطن با بصیرت. اون چیزی رو که با چشم دل میشه دید به چه معناست؟ به این معناست که ویژگی های درونی انسان، ویژگی هایی که شکل خاصی نداره، گرچه هر شخصیت اخلاقی خودشو در یک ظاهر جسمانی نشون میده در انتها، اما اون صفات، اون ویژگی ها، اون منش، اون سیرت، اون خوی، به لغت فارسیش اخلاق به این معناست، خوی، منش، سیرت و کردار، اینها رو اخلاق اطلاق میشه بهش. این در لغت معنای اخلاقی در لغته، ویژگی های ذاتی. مکارم اخلاقی، وقتی ما از مکارم اخلاقی صحبت میکنیم یعنی ویژگی های متعالی اخلاقی. و در اصطلاح شرعی، اما اخلاق در دیدگاه فرهنگ قاموس قرآنی معنای بسیار وسیع‌تری از معنای لغوی خودش داره. همین حدیثی که ذکر کردم قبل از میان برنامه براتون از نواس بن سمعان به روایت مسلم، امام مسلم، نواس بن سمعان رضی الله عنه می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود البر و حسن الخلق، نیکی خوش اخلاقی است، و الاثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس، و گناه اون چیزی که شما در دلت، در پیش خودت تنهایی انجام میدی و میترسی از اینکه مردم خبر بشن براش. در آیه 177 سوره مبارکه بقره الله تعالی بر رو معرفی میکنه. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما فرمودن که حسن خلق، خوش اخلاقی همون بره، همون نیکی است. نیکی چیه؟ نیکی بر، اون رو الله تعالی در آیه 177 سوره مبارکه بقره برای ما معرفی میفرماید. این معنی همون معنی کلی اخلاق در شریعت. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. الله تعالی میفرماید بر نیکی این نیست که شما روی مشرق میکنید یا روی مغرب میکنید، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. اینه که شما به الله، به روز قیامت، به ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، به پیامبران ایمان بیارید. و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل والسائلین و فی الرقاب. شما مال رو با وجودی که خودتون دوست دارید اون رو به مساکین بدید، به یتیم‌ها بدید، به در راه مانده ها بدید، به اونایی که اسیرن، زندانیان، به اونا بدید.
و ادامه آیه میفرماد و اقام الصلاة و آت الزکات، نماز میخونن کسانی که نماز خوندن، زکات پرداخت کردن، اینا همه مصداق‌های برن. و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، کسانی که صبر میکنن در سختی ها، در مشکلات مالی، در مشکلات جانی و در درگیری ها. اولئک الذین صدقوا، اینها راستگویان در گفتار، اینها راستگویان در کردار، اینها راستگویان در اعتقاد باور. اولئک هم المتقون، و اینها پرهیزکاران اینها هستند. از ابتدای آیه که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیست که شما رو به شرق بکنید یا به غرب بکنید، چرا که مسیحی‌ها و یهودی‌ها در زمان صدر اسلام، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به سمت مشرق و مغرب عبادتشون بود، هر کدوم یکی به سمت شرق یکی به سمت غرب. الله فرمود نیکی این نیست. نیکی چیه؟ نیکی چیه؟ نیکی همون خوش اخلاقی است طبق روایت رسول صلی الله علیه و سلم. اخلاق خوش اینه اعتقادات نسبت به الله، نسبت به ملائکه، نسبت به انبیا، نسبت به کتب آسمانی و عبادت‌ها و اخلاق‌هایی که ما اصطلاح عامیانه خودمون بهش میگیم اخلاق. مجموعه اینها همه میشه مکارم اخلاق، مجموعه اینها میشه اخلاق. و در فرهنگ قرآنی و در قاموس قرآنی همه اینها باید مد نظر قرار بگیره. و وقتی از اخلاق در قرآن صحبت میکنیم همه اینها رو باید مد نظر قرار بدیم و به اینها برسیم. و راجع به خوش اخلاقی روایت‌های مختلفی در کتاب‌های معتبر ما ذکر شده، من جمله روایتی که امام بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرمودند که ان خیارکم احسنکم اخلاق، بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. در این آیه ذکر نشده که بهترین شما کسی است که از فلان قوم باشه، از فلان طایفه باشه، از فلان رنگ باشه. ذکر نشده که اینجا بهترین شما شجاعترین شماست، بهترین شما ثروتمندترین شماست، بهترین شما عالمترین شماست، بهترین شما مجاهدترین شماست. نه، اون کسی که اخلاقش از همه بهتره بهترین شماست. و روایت دیگری رو که امام ترمذی نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق. در ترازوی اعمال انسان روز قیامت چیزی سنگین‌تر از خوش اخلاقی نیست، خوش خلقی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انسان با اخلاق خوش خودش به درجه صائم قائم برسه. به چه معنا؟ لا یدرک به حسن خلقی درجه الصائم القائم. با خوش اخلاقی خودش به درجه یک انسان روزداری که صبح تا شب رو روزه میگیره و شبها رو تا صبح عبادت میگذرونه به اون درجه میرسه. یعنی انسان خوش اخلاقه، با همسر خودش خوش برخورده، با فرزندان خودش خوش برخورده، با پدر و مادر خودش خوش برخورده، با اطرافیان خودش خوش برخورده، با تمام کسانی که باش در رابطه داره خوش برخورده. اخلاقش کامله، اخلاقش جامع به معنای عامش. این شخص ولی این که ظاهرش به عبادت مشغول نیست، روزه هم نداره، شبام تا صبح بیدار نیست، اما به خاطر این خوش خلقی و خوش اخلاقی خودش به اون درجه میرسه. و روایات فراوانی که وقت تقاضا نمیکنه که بخوایم به اونها اشاره بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ضمانت میکنم به کسی که اخلاقش خوش باشه به بیت فی اعلی الجنه، در بالاترین درجه بهشت من ضمانت میکنم کسی رو که اخلاقش خوب باشه که من اونجا خونه‌ای برای اون الله تعالی بده. اینها نمونه ای از احادیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خوش اخلاقی و خوش خلقی به ما گفت. اما آیا اخلاق کسبی یا ذاتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در مسند ابو یعلا ذکر شده از اشج عبدالقیس صحابی، ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمود که خداوند دو تا صفت رو که در وجود تو هستن دوست داره، الحلم و الانات، صبر و بردباری و استقامتت.
اون صحابی عرض کرد یا رسول الله این دو صفت در وجود من بوده یا اینکه خداوند اینها در وجود من خداوند گذاشته بود از اول بودن یا اینکه خودم کسب کردم؟ حضرت فرمود نه، اینها رو خداوند در وجود تو گذاشته بود. اون صحابی گفت خدای رو شکر میکنم که در وجود من صفاتی رو گذاشته که خودش این صفات رو دوست داره. این اشاره به این داره که بعضی از اخلاق ها و بعضی از صفات کسبی هستند. در یک خانواده هم شما شاید مشاهده کرده باشید یک فرزند خانواده بسیار صبور، بسیار بردبار، بسیار حلیمه، در حالی که فرزند دیگه خواهرش یا برادرش اصلا این گونه نیست، 180 درجه متفاوته با این شخص. این بعضی از اخلاق‌ها کسبن. خب فلانی اگر این اخلاق‌ها ذاتی هستند، پس این برنامه اصلا به خاطرش چه سودی داره اگر قرار همه چیز ذاتی باشه؟ من عرض کردم این همه اخلاق‌ها ذاتی نیست. درسته که بعضی از اخلاق‌ها ذاتی هستند، خدا میده به بعضی از بندگان خدا، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداست که اگه بخواد به کسی بخواد میده، کسی نمیتونه حسادت بکنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. انسان‌ها حسادت میکنن بر اون چیزی که الله از فضل خودش به عده بخشیده. اما بسیاری از اخلاق‌ها کسبی هستند، چرا که الله تعالی ما رو امر کرده به کسب اونها، امر کرده در قرآنش که این اخلاق‌ها ما مزین بشیم و اگر ما نمیتونستیم هرگز الله تعالی ما رو امر نمی‌فرمود، چرا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. هیچ وقت الله انسانی رو بیشتر از اون چیزی که حد و توان و طاقتش هست مجبور نمی‌کنه و هیچ وقت انسان رو الله تعالی بیشتر از اون چیزی که بهش داده ازش نمیخواد. اخلاق‌ها رو میشه کسب کرد، نیاز به تلاش داره، نیاز به جهد داره. بعضی از امور ما رو در این راه، در این مسیر یاری خواهند کرد. اولین چیز نیت درونی ماست. تصمیم بگیریم که ما عوض بشیم، بیایم واقعا به این نتیجه برسیم، بیایم خودمون اصلاح بکنیم، بیایم تا کی بعد انقدر زجر بکشیم، تا کی بعد خودمون رو عذاب بدیم، تا کی بعد انقدر از خلق و خوی بد خودمون اذیت بشیم، خودمون دور بریامون آزار ببینن، دور بریامون بد باشن. 100 بار بد کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت یک بار هم نکردی. خدا رحمت بکنه سعدی رو. این اخلاق ها وقتی ما میتونیم با خوش اخلاق بودن خودمون به این درجاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برسیم، به این ثواب ها برسیم، خودمون لذت ببریم، جامعه خودمون لذت ببریم، محبوب بشیم، دور بری ها ما رو دوست داشته باشن، ما بقیه رو دوست داشته باشیم، جامعه به ما محبت بکنه. حتی محبت ما یک سنگ رو متاثر میکنه، محبت ما در یک حیوان تاثیر میگذاره، محبت ما درختی رو متاثر میکنه. چطور انسان مقابل خودمون رو متاثر نخواهد کرد؟ خلق خوش ما، برخورد خوب ما، به مهربانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به مویی کشی، به اخلاق خوش. درس معلم اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این صفات، این ویژگی های اخلاقی که انشاءالله راجبش به تفصیل صحبت خواهیم کرد در این مجموعه برنامه، ما رو زیبا خواهد کرد، ما رو محبوب خواهد کرد، ما رو به خدای خودمون نزدیکتر خواهد کرد، ما رو به اصل خودمون نزدیکتر میکنه، ما رو آروم میکنه، ما رو راحت میکنه، ما رو از اون بحران‌های درونی که خودمون خیلیاش فقط خبر داریم، خیلی هم نمیدونن، از اون راحت میکنه. شاید شده بارها سراغ قرص میریم، سراغ موسیقی میریم، به سراغ فیلم‌های مختلف میریم، به سراغ تصاویر مختلف میریم، به سایت‌های مختلف سر میزنیم، با افراد مختلف هم نشین میشیم تا کمی آروم بشیم، تا حالا فکر کردیم کجاست مشکل، کجاست، ریشه‌یابی بکنیم. هدف ما اینه که انشاءالله با هم بتونیم در این برنامه ریشه‌یابی بکنیم، این مشکلات رو حل بکنیم، خودمون رو نجات بدیم از این منجلاب، از این بحران، از این پریشانی، از این نگرانی. اولین چیزی که ما کمک میکنه خواسته درونی ماست. بخوایم بیشتر از این دیگه خودمون رو اذیت نکنیم، جامعه خودمون رو اذیت نکنیم، خودمون رو زجر ندیم، لذت ببریم از زندگی خودمون. لذت به معنای واقعی کلمه، نه اون چیزی که خیلی برای ما تعریف کردن، فقط بعضی مسائل شهوانی رسمشو گذاشتن لذت و خلاص. نه، واقعا لذت ببریم از اون کاری که داریم انجام میدیم. اول خواستن ماست. دوم استعانت به الله. از الله تعالی تقاضا میکنیم که ما رو در این مسیر یاری بکنه، چرا که همه قلب ها به دست اونه، اختیار عالم به دستش. ما رو در این مسیر یاری بکنه و از الله استعانت میطلبیم و میخوایم که ان شاء الله ما رو یاری بکنه
و سومین مسئله اینه که همنشین هامون رو تغییر بدیم. ما اگر میخوایم واقعا تو این مسیر گام برداریم باید همنشین جدیدی پیدا بکنیم. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار. با بدان منشین که بد مانی، خوب پذیر است نفس انسانی. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب که افروزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. همنشینمون رو باید مواظب باشیم کی باشه؟ نیکوکاران، با انسان‌های نیکوکار، با انسان‌هایی که وقت اونها رو می‌بینیم بیاد الله می‌نازن ما رو. هزار او ذکر الله، وقت اونها رو می‌بینیم ما رو بیاد الله می‌نازن، ما رو شاد می‌کنن. با اونها همنشین بشیم، با اونها همکار بشیم. در این فرصت‌هایی که فرصت پیدا کردیم ما یک نقطه آغازی برای خودمون ایجاد بکنیم. واقعا تصمیم بگیریم الان که این فرصت ایجاد شده برای ما، الان که هنوز این فرصت هست، بیایم عوض بشیم، یک انسان جدید بشیم، جومون رو عوض بکنیم. خودمون میخوایم، از خدا استعانت میطلبیم، مسیر خودمون هم نشینه‌های خودمون رو تغییر میدیم. مطالعه زندگی بزرگان، اولیای خدا، کسانی که در این مسیر رفتن، گام برداشتن و به جاهای رسیدن، الگوهای خوبی هستن برای ما. الگو برداری بکنیم و بهترین الگو رسول الله صلی الله علیه و سلم که در طول تاریخ هیچ شخصی نمیتونه نمونه‌ای بهتر از ایشون برای ما معرفی بکنه. محال در طول تاریخ از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم الگویی بهتر برای اخلاق باشه و از کتاب قرآن الگویی باشه. به سراغ کتاب این روانشناس اون روانشناسی که خودشون مؤخر به خودکشی کشیده کارش. نمیخوام اسمشون رو ببرم. کسانی که اگر واقعا خودشون حرفی برای گفتن داشتن خودشون عمل میکردن. اگر ارزشی داشت برای حرفاشون براشون ارزشی داشت خودشون خودکشی نمیکردن، دست به کشتن نمیدادن. خودشون رو از این دنیا هلاک نمیکردن. قرآن مجید برنامه زندگی ما، کتاب مقدس ما مسلمانان، بهش افتخار میکنیم. نمونه‌های عملی تحویل جامعه داده. نمونه‌های عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم تحویل جامعه داد. جامعه بشریت، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، برگزنی در دفتر تاریخ که تا به حال تکرار نشده و نخواهد شد. ما میتونیم دوباره اونها باشیم. و کمک گرفتن از نمازها، پایبندی به نمازها. این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر. نمازها ما را از کار فحشا و منکر باز می‌داره، ما رو کمک میکنه. صلاح ارتباطی بین ما و الله است. مسئله ارتباطی بین ما و الله است. این ارتباط رو باید روزی 5 بار حداقل باید ارتباط رو برقرار بکنیم. کسانی که این توفیق نصیبشون میشه در دلهای شب بیدار میشن و قضا تلاوت میکنن، نماز میخونن که فبه المراد. و آخرین موضوع گذرا که ما خیلی کمک میکنه، ذکر، اوراد، تلاوت قرآن. اینهایی که در روایات برای ما تاکید شد، اذکار صبح، اذکار شب، اذکاری که در هنگام ورود به اماکن مختلف، از خروج از خانه، دخول از خانه، هنگام خوابیدن، بیدار شدن، وقت غذا خوردن، حتی بیت الخلا رفتن، اذکار مخصوص داره. عزیزان یاد بگیریم، جستجو بکنیم، اینا خودمون رو مزین بکنیم. چرا که الله تعالی در آیه 66 سوره مبارکه نساء هم فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. اگر آنها آن چیزهایی رو که به اونها گفته میشد، پندهایی رو که به اونها میرسید انجام میدادند، بسیار برای اونها خوب بود و اونها رو ثابت قدم میساخت. امیدوارم که در این مجموعه برنامه ما رو یاری بفرمایید و با ما همراه باشید. از اینکه تا این لحظه از برنامه بنده رو تحمل فرمودید بسیار سپاسگزارم و ممنون. و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان خوبان رو به الله تعالی میسپارم. شاد و خرم و پیروز باشید و هر جا که هستید خرم و سرفراز. خدا نگهدارش.